سلام علیکم دوستای عزیز، سلام عرض ادب درود بر دارم. شما، خوش آمدین هموطن عزیز. تشکر، سلامت باشین. سلام دارم برای تمام دوستایی که به پایین صدای ما را میشنون. جور صحت باشین. ما شنونده تان بودم، امروز درخواست دادم. تشکر که از اینکه مرا بالا آوردین. ما از آقای کیاوش یک سوال دارم بسیار. این سوال فکر ما را خرابم کرده. ما در افغانستان در جنگا بودیم، حال در اروپا آمدیم. این خدا را هر جای ما یاد میکنیم. مال وضعیت هستی که در افغانستان، کشورهای اسلامی، سوریه، یک چرا به داد ما نمیرسه. به داد ما نمیرسه که ما را دست ما را بگیره. حالا ما یک اشتک ریزه که داریم، دو دفعه که گریه میکنه یک گلاس آب شیر دادانش میکنیم یا آرام میشه. مثل از که یک سگ داشته باشی، سگ یک چیز بخواه برش میتی آرام میشه. ما دیوانه شدیم از دست جنگ، از دست مردم که ما را آزار میته. این وضعیت افغانا را سیکو تمام زندگی مردم در به در است. هیچ داد ما نمیرسه. اگه وجود داشته باش خب باید داد ما برسه. مرا فکر ما خراب کرده. ما دیگه شنونده استم، به پایین استم. خداست که گپای ما شنیده باشین دیگه. گوش میکنم جواب ما بگیرم ازتان که من در لایفای ملام رفتم. اینا میگن که ما بر امتحان هستیم در دنیا. این امتحان ما کی پوره میشه؟ هیچ امتحان ما پوره نمیشه. ما چه امتحان بتیم؟ بخی ناکام شدیم. ما یک ناکام ماندیم که دیگه پارچه ما را همیشه سیاه میتد دست ما. امیدوار هستم که یک جواب خوب بگیرم. من با پایین شنونده هستم. تشکر از کل دوستان. کوشن بفرمایید. استاد پویا اگر اجازه باشه. بفرمایید. تشکر. لاله گرامی، ببینین ما با یک شعر آغاز میکنم در این باب. در این روزا می شعر ما گل کرده. میگه که گر شدم پیدا برای امتحان، امتحان و مشت خاک ناتوان. اگر واقعا ما برای امتحان پیدا شده باشیم، از یک مشت خاک ناتوانی که شیطان را بالایش مستقر کرده، شیطان در توالتی بیچاره را میبینه، در کنار همسرش میبینه، در رخت خوابش میویه. سابق در فرزندایش اشتراک داشت، میرفت چی کار میکرد؟ شما فرض کنین دیگه. بعد این موجودی را که بیچاره آفریده، ضعیف آفریده، ناتوان آفریده، در برابرش یک شیطان با قدرت خدا را هم مستقر کرده. پس این موجودی که برای امتحان آفریده شده، حالا مسئله امتحانش یک بحث دیگر هم میتونه در خود باز کنه. او بحث از چه قرار است؟ خب آیا خدا میدانست که کاوش در سال 2012 اسلام را ترک میکنه؟ بله. میدانست که من کافر میشم؟ بله. امتحان کردن پس چی منو میده؟ کسی که از آینده خبر است مگر دیوانه از بیای امتحان کنه؟ اگر من بدانم که این پول را سر راه میمونم، احمد میاد این پول را دزدی میکنه، از آینده احمد خبر باشم، علم غیب هم داشته باشم، آیا دیوانه هستم که این امتحان را از احمد بگیرم که این پول را دزدی میکنه یا نمیکنه؟ خب میدانم که احمد دزدی میکنه پول را، پس چرا احمد را بخوایم ازش امتحان بگیریم؟ من که میدانم احمد دزدی میکنه. خدایی که دانا باشه، خدایی که آینده ما را خبر باشه، خدایی که برگ درخت بدون خواستش نیفته، چرا باید ما را به امتحان کنه؟ اصل مبحث همین چیز. نکته بعدی مسئله این که خدا چرا به داد بشر نمیرسه. ببینین ما جملات زیادی در پیرامون خدا داریم. یکی از فلاسفه گفته بود که خدایی که این همه بار بالای شانه هایش نهفته است و این همه مخالف داره، البته در مورد فلسفه گپ میزنیم، استاد پانمن ما را ببخشه، و خدایی که در برابرش این همه ادعا میشه و سکوت اختیار میکنه و این همه ناملایمتی را در جهان میبینه، سکوت اختیار میکنه، یا بی غیرت است یا مرده، دیگر راهی وجود نداره. چون این خدایی که هم وجود داشته باشه، هم میبینه که بالای یک کودک تجاوز میشه، هم میبینه که بالای یک زن تجاوز میشه، هم میبینه که بالای یک بچه تجاوز میشه، بالای یک مرد تجاوز میشه، از اون بالا بشینه. خب تو بتیم قلمت را یادداشت کو احمد سال اینقدر بالای کودک تجاوز کرد، در اثرش کودک فوت کرد. بسیار خوب. باز جهنم که آمدیم از درت میتونم متشت میزنم. مال برو بچه. تشکر. احمد تا سن 70 سالگی زندگی کرد، لند کروزر هم زیر پایش بود،
باز مرد منتظر است که خدا اون دنیا به احمد آتش بزنه. ای جان من چه خدایی هستی تو؟ خدایی که سریع الحساب به خود میگه که من سریع حساب میکنم. خب بیا حساب کن ببینیم چگونه حساب میکنه. سالهاست مردم ایران زیر جنایت آخوند بالای دختر باکره در زندانات تجاوز میکنن، بعد فردا اعدامش میکنن. سالهاست بالای زنان، حداقل 3 سال از بالای زنان کشور ما جنازهشون بعد از تجاوز در روی خیابانها در داخل خریطه ها پیدا میشه. این چه خدایی است که سکوت اختیار کرده بعد منتظر است که اون فرد را آتش بزنه؟ یک جنایت را خوین احمق انجام داد، بالای کودک تجاوز کرد، بعد یک جنایت دیگه آتش زدنش در اون دنیا توسط خدا. آتش زدن انسان در هر حالت غیر اخلاقی است. همون لحظه به سنگ تبدیلش که ما قدرتت را ببینیم، این همه آتیش دیگه در جهان نباشه، همه بیان مسلمان شوند، دنیا گل و گلزار. شر را میتونه از بین ببره، بله چرا از بین نمیبره؟ قبلا که مرغ بریان میفرستاد، قبلا که با گوشت گاو مرده را زنده میکرد، قبلا که به خاطر زنای عایشه آیت میفرستاد، قبلا به خاطر اینکه شیطان با محمد صحبت میکرد محمد قهرش میومد جبرائیل را میفرستاد نزد محمد، قبلا به خاطر اینکه محمد در رخت خواب همسر خود میرفت رابطه جنسی میکرد فرشته را میفرستاد که به محمد را کمک کنه. زنا را اخطار میداد، ان تتوبوا الی الله فقط سقط قلوبکما، میگفت اگر شما دو زن توبه کنین چون محمد را آمدین جگرخون کردین. جگرخونی پیامبرش برش مهم بوده. همین 1400 سال قبل دور نمیریم، در زمان عیسی و موسی و فلان و بهمان نمیریم. 1400 سال قبل جگرخونی تشویش پیامبرش که می نشسته این رقم تشویش میکرده، برش مهم بوده. امروز چی شده که سکوت اختیار کرده؟ امروز کجا است؟ وظیفه‌اش چی است؟ از وقتی که قرار گفته نیچه بزرگ ما، از وقتی که من نیچه رو به حساب فلسفه بزرگ میگم، زن ستیزیش برای خودش، از وقتی که گفت نوارهای ضبط در آمده، از وقتی که ما میتونیم صدا رو ریکارد کنیم، از وقتی که ما میتونیم عکس بگیریم، دوربین داریم، دیگر نه معجزه شد، نه قمری شق شد، نه پیامبری آمد و نه کدام مسئله خارق العاده ما در بین بشر داشتیم. به خاطر همین لالا تا وقتی که دست شما دستتان به طرف آسمان دراز باشه، در زمین بالایتان حکومت میکنه. تا وقتی که دست شما به سوی خدا دراز باشه، شما در زمین بالایتان جنایت صورت میگیره. و خدا چرا بنیانگذاری شده؟ به خاطر از اینکه وقتی بشر در دهن خود در زمین میخوره، در این زمین در دهن دشمن خود نزنه، در دهن حکومت ظالم نزنه، حکومت ظالم را سرنگون نکنه، منتظر باشه دو دستش به طرف آسمان تا وقتی که از آسمان بیای این حکومت اغتشاشگر و وحشتناک را از بین ببره. 47 سال است که آخوندا با این سیاست خدا حکومت میکنن. یک 30 سال دیگه هم طالبا بالای ما با این سیاست خدا و خداباوری حکومت خواهند کرد اگر مردم ما بیدار نشد. خدا به نفع طالب، به نفع آخوند هست، به نفع حکومت‌های دیکتاتور هست. تا وقت خدا است ما در زمین عدالت را نمیبینیم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما دنبال عدالت در آسمان هستیم. ما میگیم اونجا باید عدالت تعیین شود، در حالی که اونجا صدایی نیست، حرفی نیست، کسی نیست اونجا که عدالت را تعیین کنه. و با امید همون عدالت نسل ما بار بار بالش تجاوز میشه و ما زیر حکومت‌های اغتشاشگر میخوابیم. اینی فواید خداباوری برای حاکمان هست، اما برای ما طبقه بیچاره، طبقه ساده، طبقه محروم جامعه، خداباوری زهر مقاتل هست. برای اونها عسلی است که با او انرژی میگیرن و بالای شکم ما پا میمونن و در صورت ما با لگد میزنن. خداباوری برای حاکمان آمده، برای ما نامده. من فکر میکنم خدایی نیست که جواب بده. اگر جواب میداد این مدت وقتی که من اسلام را ترک میکردم تازه، من بسیار ازش تمنا کردم که خدایا اگر وجود داری، اگر هستی، من قرآنت را میخوانم، دلایل نداره برای من دارم از دینت خارج میشم. من روزای اول که این قرآن را میخواندم میترسیدم که من از این دین نبرایم با خواندن این کتاب. من این قرآن را دستم میگرفتم، دستای من میلرزید. اما امروز این کتاب برای من یک کتاب مثل آمیانه براتون بگم، این موز کامپیوتر برای من ارزش و کیفیتش بالاتر است از این کتاب قرآن کرده. هیچی، یک کتابی که تا که من نقد نکنم دیگه دستم نمیگیرمش. تا وقتی که من یک آیت را دنبال نکنم دیگه برش ضرورت ندارم اصلا. هیچ فایده ای در زندگی من نداره. بنابراین من فکر میکنم که آهسته آهسته مردم ما دارن هوشیار میشن و دستشون را به آسمان دراز نمیکنن و دستشون را مشت میکنن و میزنن بر صورت طالب و آخوندی که سالها بالایشون حکومت کرد.
در همین پوی نازنین من کم منبر میرم امروز انقلابی شدی. قربانت، سپاس، دوست دارم این انقلابی بودنت را. بریم طرف پروفایل 2004.